سلام، وقت همگی بخیر. امروز جمعه است، 10 فروردین 1403. امروز برنامه کوهنوردی گذاشتم و اینجا کوههای دارآباده. هوا بسیار عالی، منظره بسیار عالی. ببینید ابتدای کار شروع میکنیم امروز کوهنوردی رو و ببینیم تا چه ارتفاعی میتونیم بریم. دوباره فیلم بگیرم. منظره های زیبایی اینجا هست که واقعا دلم نمیاد فیلم نگیرم. ببینید به نظرم هیچ صدای قشنگتر از صدای جریان آب نیست، اونم تو رودخونه و این پرنده ها که میخونن. داریم میریم بالا. تا اینجا که اومدم یه فیلمی بگیرم براتون، چون شاید تا اون بالاتر نتونم دیگه وسط کوهنوردی فیلم بگیرم. اینم کوهی که و این مسیری که میخوام برم بالا. هوا پاکیزه است واقعا. بالاتر فیلم میگیرم. فعلا تقریبا رسیدیم به اول مسیر کوه پیمایی. اینجا یه آب چشمه هست که پشت سرم ببینید منبع آبشا، جهت استفاده عموم و آب بسیار سبکیه و بسیار خوب. اینجا شروع مسیر کوه پیماییمون هست و من مسیر رو نشونتون بدم. برف بین دوتا کوه رو ببینید. شما میخوایم تا اون بالا بریم، تا اون بالا میخوایم بریم انشاءالله. هوا بسیار پاکیزه، هوا بسیار عالی و یه همت بلند بالا بکنید و برید بیرون تو این ایام تمیز. فعلا به اینجا میگن دره زردبند و دره قشنگی، من نشونتون میدم. این آب رو نگاه کنید چقدر قشنگ از اونجا داره میاد بیرون و اینطوری جریان پیدا میکنه. واقعا طبیعت قشنگیه. بالا سرم هم هست، طبیعت فوق العاده ایه. ادامه میدیم. تقریبا خیلی از نقاط اینجا از درختای شکوفه دار پر شده و یه تصویر خیلی قشنگی رو از این درخت‌ها به جا گذاشتن. از این منطقه زیبا شده اصلا قشنگ. معلومه که بهار اومده اینجا. نمیدونم تو چه ارتفاعی هستیم، تابلو نداره. GPS بزنم مشخص میشه، ولی داریم ادامه میدیم تا ببینیم که تا کجا میتونیم بریم. ببینید این بالا سر منم پر درخت شکوفه است. خیلی تصاویر زیباییه، حیفه از دست ندید. اینجا یک محله هست که میگن دو آب سیر درو. اینجا ارتفاع 1943 متریه از سطح دریا. تابلوش اینجاست. ادامه میدیم. ببینید اینجا تقریبا ارتفاع 2000 متریه
وسط دریاست. ببین چه تصویر قشنگی اینجا. صدای آب ببینید. داریم وارد قسمت‌های هیجان انگیزش میشیم. خیلی زیبا. کوها سایه انداختن و کوهپیمایی داره قشنگ میشه اینجا. ببین یه مسیر تقریبا مثل آبشار میمونه. مسیر ما از این طرف هست که بریم، اما پرنده ها رو نگاه کنید. اما دوست دارم اونجا هم برم چون خیلی زیباست. بریم اونجا ببینیم چیه. ببین به اینا میگن آببند یا سیلبند، برای جلوگیری از به قول معروف هجوم ناگهانی آب. وقتی برف‌ها آب میشن، آب جاری میشه دیگه، و برای اینکه یه هجوم ناگهانی نکنن و سیل نیاد به صورت پله پله انجام میدن و اینا رو با اصطلاح ما توری مرغی سنگا رو کنار هم میزنن که از همدیگه باز نشن این سنگا و اینجوری آب جریان پیدا میکنه. ما میخوایم برگردیم به مسیری که داشتیم، یعنی مسیری که پیاده روی کردیم. خانواده‌های با حال با عشقی هست علاوه بر تفریح و ورزششون. خیلی خوشگل هم اینجاست. بذار من عکس فیلم ازش بگیرم. ببینید چه قشنگه. خیلی خوشگله. وای چقدر این قشنگه، چقدر این قشنگه. ای خدا. آدمای با ذوق و هنر. بذار برم نزدیکتر.
کم پیش میاد توی ایام سال یک چنین تصاویری رو ما ببینیم. خیلی قشنگ میزد سازشا و میگم کم پیش میاد که ما تو ایام سال یک چنین مناظری رو ببینیم. همه با شور و عشق به خاطر این هوای پاکیزه‌ای که هست اومدم به دل طبیعت و کجا بهتر از کوه. خب ارتفاع خوبی را تو این زمان کم بالا اومدیم. تقریبا 45 دقیقه است که حرکت کردیم و پشت سر من قله دارآباد میبینید و روبروی من مسیری رو میبینید که حالا اغلب برعکس مسیری که تا الان اومدیم سرپایینی هست و به سمت یه آبشار خیلی قشنگی هست اونجا. البته اونم گفتم بهتون آب بند هستش یا همون سیل بند. واقعا این همه شور و نشاط توی مردم ستودنیه توی این ایام با این آب و هوای تمیز. تو راه یه سری ها رو میدیدم علی‌رغم اونایی که موسیقی میزدن، میگفتن، میرقصیدن، میخوندن، یه سری ها مشغول این بودن که یه سری زباله هایی که روی زمین افتاده رو جمع بکنن. یعنی اصلا فکر کنم به همین هدف اومدن این منطقه و نسبت به دفعه قبلی که من اومدم اینجا انصافا زباله خیلی کمتره و این فرهنگ سازی انجام شده که یا زباله نریزن یا اینکه زباله هایی که ریختن حالا جمع بکنن. کم داریم نزدیک میشیم به این حالت آبشار بگن، سیل بند بگن و میریم اونجا و فیلم میگیرم براتون. این همون جاست که من براتون گفتم. خیلی زیبا، خیلی قشنگ. اینا هم دارن چای زغالی درست میکنن، خوش به حالشون. چه آبی جریان داره، ببین چرا زندگی جریان داره. خب اینم از چالش کوهنوردی ما. امروز هم خوش گذشت، امروز هم خوب بود و تا یه چالش دیگه. بدرود.